همیشه بخند و سر و ببر از دلا. دوباره بلند شو امید و ببر از کجا. با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا. از شب غم تا سحر ما جانمون از فردا. از پنجشنبه با ما پیک شادی. هموطنان عزیز، بینندگان پیک شادی، سلام و درود بر شما. وقت همگی به خیر و دلتون شاد و لبتون خندان. در پایان اولین هفته از تیر ماه با یک برنامه پیک شادی دیگه در خدمتتون هستیم و امیدواریم که مثل همیشه فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. این برنامه رو در حالی آغاز میکنیم که تا گردهمایی جهانی ایران آزاد در روز 9 تیر ماه، زمان زیادی باقی نمونده و اعضای خانواده بزرگ مقاومت ایران در تدارک برگزاری یک گردهمایی پرشور و باشکوه هستند. به همه مسافرین پرشور و خستگی ناپذیر برلین و همه ایرانیان شریف و آزاد درود میفرستیم و توجه شما رو به برنامه امروز پیک شادی جلب میکنیم. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، داره میره توی گور این عزمای در به در. غمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر. 6 de vida. Ah, que terra mais lindo, mano. Que terra mais lindo. این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای هراسونی که از ترس جر خوردن عباش اینطوری افسار کاندیداهای نمایش انتخاباتش رو کشید. این مباحثاتی که آقایان نامزدها در تلویزیون با هم میکنن یا اظهاراتی که میکنن یا در جمعشون یا تک تک، این اظهارات موجب نشه که یک نامزدی برای غلبه بر رقیب حرفی بزنه که دشمن شاد کنه ما رو، حرف دشمن پسند زده نشه. این یه نکته مهمی است. عظما در حالی داشت از این روزه ها میخوند که جک و جونورای نظامش اینطوری به جون هم افتاده بودن. شهید رئیسی هستی، دروغ میگویید اگر میگویید طرفدار شهید امیرعبدالله. آقا دعوا نکنید، بذارید شخصیتشون نشون بدن. دوستان دعوا نکنید، بذارید شخصیتشون نشون بدن، بذارید نشون بدن مخالف رهبریت. بعضیاشون هم کلن زیرا به این نمایش انتخابات رو زدن و اینطوری دشمنای نظام رو شاد کردن. زندگی ما نابود شد، جامعه نابود شد، چندین نستبا شدن. آقا در این سیاست آقای پزشکیان بیاد، هر کی میخواد بیاد اون بالا و این آقایون اصلاح طلب. آقا اصلا من سوالم اینه چه فایده ای داره این کارهایی که شما دارین میکنین؟ شما چه رأی بدین چه رأی ندین هیچ اتفاقی در سیستم نخواهد افتاد. تنها کاری که میکنین فشار بر جامعه رو خالی میکنین. سیستم یه خوشخیالی و یک خوشبینی غلط دیگه در واقع درش دوباره تزریق میشه که ببینین اینا به هر حال دارن منو همراهی میکنن. به اصلاح طلبان میگه از این بعد دیگه بستونه دیگه، حالا شما باید سیاست‌های منو تایید کنین. مهم این نیست که اصلاح طلب رأی بیاره، مهم اینه که اصلاح طلب که رأی آورد یعنی تایید سیاست‌های موجود. کاندیداهای دوزاری نمایش انتخابات ولایت هم برای اینکه یه وقت دشمن شاد نشه به جای مناظره شروع کردن به جنگولک بازی و از این جور ادو اطوارا. آشه مانه آفتش پیشم مانه قبنش پیشم مانه آشه خودم نه آشه مامانش آشه بابایش آشه مانه آفتش پیشم مانه قبنش پیشم مانه. دراکولای عمامه‌دار نظام یعنی پور محمدی هم جواب جلیلی و دولت سایش رو اینطوری داد. شوکیست به همه موارد شدش که آماده نبودیم. فقط آقای جلیلی بوده که همیشه دولت سایه داشته، هیچ وقت هم آفتابی نمی‌شدیم. ما چون همیشه آفتابیش بودیم سوخته شدیم زیادی. بعد ما کشور آفتاب مهتابیم، کشور سایه ها نیستیم. عرض میشه که
مشنگ اصلاحاتی نمایش انتخاباتم که این پزشکیان باشه تعارفات رو کنار گذاشت و گفت من اومدم تا تنور انتخابات عظما رو داغ کنم. اگر آمدم بیشتر برای این اومدم که در حقیقت هم حضور مردم رو در صحنه شور و شوقی بدیم، در مقابل چشم دشمنانی که ایستادن ما رو مینگرند و اگر مردم در صحنه نباشن میگن بیا این که اصلا اینا قبول، با اون وقت طمع میکنن در کشور ما، در خاک ما. بعدم یک جست رابرت دنیرویی گرفت تا به سبک هالیوودی برای عظما بازارگرمی کنه. از وسط این نمایش مضحکم چنین چیزی بیرون زد که بعد مجبور شدن سانسورش کنن. 90% جوان‌ها حتی دنبال اینن بقیه رو راضی کنن که رأی ندن، نه اینکه به کی رأی بدن. الان بحث این نیست که ما ببینیم برنامه شما داخل خودرو چیه، داخل انرژی چیه، داخل استارتاپ چیه. نه، من خودم به شخصه کسی هم که اطرافیانمو تشویق میکنم به اینکه رأی ندن. خلاصه این که معلوم شد این پزشکیان تو نشونه گیری برای گرم کردن تنور عظما بعد جوری بوز آورده. کاربرای فضای مجازی هم تو این روزا بیکار ننشستن و از لابلای حرفای کاندیداهای خامنه‌ای چند تا جمله درست حسابی در آوردن. مثلا نوشتن که این برنامه ریاست جمهوری پزشکیانه که ما روزگار مردم رو سیاه میکنیم، اونایی که پول به اصطلاح حقوق بگیرن و گردن کلفتار رو گردن کلفتر میکنیم، فقرا رو محرومتر میکنیم و بیچاره تر میکنیم. این هم خواست مردم ایران از زبون دراکولای عمامه‌دار نظام. ایران از شر آخوندا رو نجات بدیم. ایران جایگاه فوق‌العاده‌ای برای ایجاد دموکراسی در منطقه داره، به دلیل پیشینه تمدنیش، به دلیل 85 میلیون جمعیت جوان تحصیل. خندیدن به ریش کاندیداهای نمایش خامنه‌ای هم یکی دیگه از وجوه نمایش انتخاباته. یکی دیجیتال مارکت اکت، یکی دیجیتال سرویس اکت. The secretary دکتر الگا امن علیکم داداشه دستبکریات سکت دکتر سطینی کاتگوراسینا تتکو گفته باشم. آره ببین سکرتار این دستیات کاتگورات سطینی. پاسدار قالیباف یه مشنگی رو به عنوان مشاورش آورده که مثلا از کاراش تعریف کنه، اما اون طرف خودش نمیدونه قالیباف چه غلطایی کرده. کسی رو میخوایم که تجربه داشته باشه، در سطح ملی کار کرده باشه، که سیستم‌های کهنه و قدیمی رو به روز کرده باشه. کسی رو میخوایم که شرکت واحد کهنه رو تبدیل به بیارتی کرده باشه. پلیسای گشت زن تو شهر رو تبدیل به پلیس 110 و سیستم چی بود اسمش اون زحمتی که کشیدین؟ چی بود اسمش اون زحمتی که کشیدین؟ پلیس به اضافه 10 در خدمات. نه تلفن میزنن میره پلیس میره سرش. همون 110 دیگه. 110. بله. 20 دقیقه. با 110. بله. النهایه اون چیزی که تو این نمایش انتخابات داغ شد بازار سوتی بازاراش بود. مثلا پزشکیان زد شیخ بری رو اینطوری دراز کرد. همه این دولت ها، چه دولت شهید روحانی، چه شهید بس، همه این دولت ها، چه دولت شهید روحانی، چه شهید بس، اینقدر به شیخ فری لگد زدن که صداش در اومد.
مناظرات انتخاباتی، حالا ترکیبی که به هر حال شورای نگهبان بر هر مبانی درست کرده که من الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، یه ترکیبی درست کرده که بر مبنای این که حداقل 2 نفر از این ترکیب وظیفه اصلیشون حطاکی و فحاشیه، یعنی اصلا آمدن برای این کار، برای اینکه فحش بدن، توهین کنن. و توهینم بحث حسن روحانی یا دولت تدبیر امید نیست، اصل مبارزه با تفکره. اما از اون طرف وزیر کابینه شیخ فری اومد و با این پرت و پلاها شروع کرد به باد زدن منقل عظما. شاید دنبال این باشن که نیستمتون بشه، ولی بیاید با هم که هستمتون بشه، که رأیمون بشه. شاید دنبال این باشن که نیستمتون بشه، ولی بیاید با هم که هستمتون بشه، که رأیمون بشه. حال و روز عظما توی نمایش انتخابات یه چیزی توی این مایه هاست. ¡ay, Miguel! ¡Miguel! ¿De dónde vamos, Clau? خبر تو خبر. این داستان کاندیداهای روکشی و پوششی باند عظما هم داره کار دستش میده. طوری شده که صدای نوچه‌های عظما توی استبل ولایت هم در اومده. و نکته بعدی به کاندیداهای محترمی که با ولایت و ولایت مداری مشهورن. عزیزان من، دلدادگان به انقلاب اسلامی از شما انتظار اجماع دارند، از اینکه به گزینه واحد برسید. چرا ملت ایران را سرگردان کردید؟ یکی از این جماعت سرگردون این زرقامیه که میگه میخواد قرعه کشی کنه. آخرین صحبتی که با خانواده‌ام داشتم دیدم بین 3-4 تا میخوان قرعه کشی کنن، بعدم نیست. کاربرای فضای مجازی هم جواب مسخره بازار خامنه‌ای رو اینطوری دادن. شما شعارهای انتخاباتی رو میبینید، همشون معتقدن وضع مملکت خوب نیست، همشون میگن وضع معیشت و اقتصاد و تورم و نگران این موضوعات. اینا همونایی که تو یه ماه پیش میگفتن ما نوک قله ایم و خستگی ممنوع، از اون جور حرف. خب چه اتفاقی افتاد یه دفعه از نوک قله اومدیم لب پرتگاه؟ اصلا حضرت عباستون رو باور کنیم یا دوم خروستون؟ بالاخره نوک قله ایم یا لب پرتگاه؟ صدای این حیوانای بیچاره هم در اومد از دست شما. کاندیداهای نمایش انتخابات خامنه‌ای توی شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده هم به جون همدیگه افتادن. این هم یک واکنش نسبت به این مسخره بازار. ببینم مگه این اینستاگرام و واتساپ و تلگرام و یوتیوب و کوفت و زهرما رو فیلتر نکردن؟ چرا؟ خب چرا این کاندیدای ریاست جمهوری فرد و فرد اونجا و مدام به مردم پیغام پس خون میدن؟ نمیدونم. و من گاوم نمیدونم، تو هم گاوه؟ خب منم گاوم. یعنی ما رو خیلی وقت گاو فرض کردن. امیدوارم که آقایون بفهمن که ما گاو نیستیم و ما رو از این شرایط در بیارن. زیای خیال باطل. اینجاست که باید گفت به خال زد. این کاندیدای پوششی هم اومد از خمینی ملعون تعریف کنه، بند رو آب داد و گفت خمینی هندی بوده. امام رحمت الله علیه 7 نسلش از میر حامد حسین هندی بزرگ زحمت میکشن تا حضرت امام تربیت بشود و بیاد عالم رو تغییر بده. پس این بحث حالا که تا اینجا اومدیم یادی هم بکنیم از حرفای این آخوند که ریاست جمهوری توی نظام ولایت رو اینطوری تعریف کرده بود. آقای رئیس جمهور، تو رئیس جمهور نیستی، تو تدارکاتچی. این مملکت رو آقا نسخ زدن برای مشت آدم های 2500 600 نفر آدم، هی میچرخوننش. یه دوره این آقا میشه رئیس جمهور، اونا میشن نمیدونم فلان. یه دو بعد جالبش اینه که همه با هم فامیلن، تو یه آخر با هم میخورن، چپ و راست ما تو یه آخر با هم میخورن. یه عده‌ام که تو نظام ولایت
هنوز میخوان از کتلت پارتی رئیسی نون بخورن، رفتن از محل کوکو شدن رئیسی امامزاده درست کردن. مشنگستان هفته رو با آه و ناله های این جوجه طلبه کتک خورده به پایان میبریم. با دوستم رفتیم واسه بستنی خوردن که متوجه شدیم این صندلی، 2 تا صندلی این برترمون 6 تا جوون، 3 تا دختر، 6 تا پسر که وضعشون خیلی نامناسب بود و بعد حرفای رکیکی میزدن. اونجا من یه نگاهی کردم، یه نگاه معناداری کردم بهشون که یه ذره خودشون رو جمع کنن. منو صدا کرد، گفت هی اسیدی داری از چی نگاه میکنی اینا؟ من بهش گفتم که دوست عزیز اینجا زن و بچه نشسته، یه مکان عمومیه، این کارا در شأن شما نیست. از این صحبت رو گفتم. نفر اول همون لحظه که صحبتم جملم تمام نشده بود بلند شد صندلی رو خورد کرد. در پایان توجه شما رو به یه بازی خطرناک جلب می‌کنیم که حتی دیدنش هم دلهره آوره. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، داره میره توی گور این عظمای در به در، غمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر. لبخنده لبا شادی به دلا با پیک شادی. نمایش انتخابات آخوندها کلکسیون موسیقی از انواع اقسام سوتی‌ها و مسخره بازی است. این کلکسیون هم شامل پرت و پله های کاندیداهای نمایش انتخابات خامنه‌ای میشه و هم شامل مشاورها و اطرافیانشون. مثلا پزشکیان هر جا میره با خودش ظریف رو میبره و ظریف هم حسابی براش بازارگرمی میکنه. دعوای باندهای غارتگر بر سر تصاحب قدرت هم ادامه داره و هر کدومشون تلاش میکنن دست اون یکی رو به اصطلاح رو بکنن. مثلا ظریف میگه دزدی چای دبش در زمان دولت رئیسی بوده، اونها هم میگن نه از این خبرها نیست و این اختلاس از زمان دولت روحانی شروع شده. هیهات من چای دبش، همه اختلاسگران از آغاز تاریخ تا آخرشو بیارین به اندازه چای دبش نمیشه. خب فلانی من به شما رأی دادم، اما وقتی که میشنوم که 92,000 میلیارد در کشور مورد حالا فساد، سوء استفاده، هرچی قرار گرفته، من مورد سوالمه که چطوری هم چیزی اتفاق میفته. حالا من اونجا که نمیگم آقا اصلا این گزارش مال دولت قبل بود، از سال 97 98 شروع به کار کرده، هم در حوزه تجهیزات وارداتی داشته، هم در حوزه چای وارداتی داشته. و البته تا جایی که به مردم ایران برمیگرده رأیشون آتش و سرنگونیه و خیلی قبلتر از اینها گفتن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. در همین روزها هم شاهدیم که مردم در فضای مجازی تمام کاندیداها رو سگ زرد و شغال توصیف میکنن و میگن و مینویسن که اینها سر و ته یک کرباسن. مثلا عکسی از ظریف منتشر شده که در یکی از همین جلسات و درگیری‌های باندی توسط محافظانش احاطه شده. بعد مردم همین عکس رو برداشتن و اینطوری تفسیرش کردن. تصویری از جواد ظریف که گویی از آینده ایران آمده. ایران اشغالی بالاخره آزاد شده و ظریف کتبسته به دست مردم در راه محاکمه در یک دادگاه عادلانه است.
خب با این مقدمه توجه شما رو به بخش بعدی برنامه این هفته جلب می‌کنیم که قسمت دیگری از مجموعه طنز آقا جونیناست. عجیبه آقا جان، امروز بهشم نگفتی برم نان تازه بگیرم؟ نکنه به خاطر روز خیمه شبازی انتخاباته؟ نمیخوای نان بخوریم؟ امروز نون خشک میخوریم ولی پامون رو از تو خونه بیرون نمیذاریم پسر. چرا آقا سفتر؟ عمو جان این آخوندهای مارمولک رو من میشناسم. الان هرکی از 10 متری صندوقاشون رد شه فیلمشو میگیرن میگن این میخواست بیاد رأی بده. اصلا امروز نون نخوردیم هم نخوردیم، به جاش شرافت جمع میکنیم. بعد از این همه غارت نمیدانم اینا با چه روی از مردم رأی میخوان. البته نمیشه بگه تو این 45 سال هیچ دستاوردی نداشتن. آره راست میگی، یکیش جلومه. لیسانس مملکت کارش از صبح انگشت کوبیدن رو همستر مجازیه تا شاید یه پول و پلهی دستش بیاد. همه رو بیکار کردن، تازه رأی هم میخوان. تازه ما نسبت به بعضیا و بعض با خیلی خوبه آقا جان. جواد آقا همسایه سر کوچمون هست، 28 سال بیکار از تفلکی. 2 سال دیگه بیکار بمانه بازنشسته میشه با امید خدا. تا خونده است هیچی درست نمیشه عمو جان. حالا ببین تو اون گوشیت خبر مبر داغ چی داری بابا؟ والا خبرها همش چرت و پرتای کاندیداشونه. یکیشون میگه چرا گرونیه، او یکی میگه چرا مردم خونه ندارن، چرا برقا قطع میشه. خلاصه همه کاندیداها ناراحتن از شرایط کشور. پس معلومه ما مردم واقعا بد عمل کردیم. تازه با این که وعده‌های دروغ میدن بازم برنامه‌های اقتصادی همستر از برنامه‌های کاندیداهای عظما امیدوار کننده تره. اینجا رو نگاه کن آقا سفتر، زاکانی گفته من رای بیارم ظرف 4 سال دغدغه مسکن رو برطرف میکنم. آره کله پدرت 3 سال نتونستی روکش آسفالت آزادگان رو تموم کنی، هر وقت دغدغه مسکن میزنی. منظورش دغدغه مسکن دوستان و مدیرانش تو شهرداری تهرانه. انقدر زود قضاوتش نکنی تو رو خدا، گناه داره ذلیل مرده. ولی خدایی تو این 4 روزه دقت کردین آقا سفتر؟ مملکت رئیس جمهور نداره، رئیس مجلس نداره، پایتخت هم شهردار نداره، چیزی گرون نشده هیچ. دلار هم ارزون شده تازه. حالا فکرشو بکن بابا، اگه ولی فقیشون هم بفرستیم جهنم وردل رئیسی مملکت چی میشه؟ گل گفتی آقا جان. خودم میدونم. این روزها همه دستاندرکاران پیک شادی مشتاقانه در انتظار برگزاری تظاهرات روز 9 تیر هستند و با شور و شوق تمام فعالیت‌های اشرف نشان‌ها برای برگزاری کهکشان رو پیگیری می‌کنند. هوشنگ خان هم با تاکسی قبراقش خودش رسونده و میخواد به مسافرای برلین یک هدیه اختصاصی تقدیم بکنه. با این امید که این هدیه مورد توجهتون قرار بگیره با هوشنگ خان و تاکسیش همراه میشیم. به به به، سلام علیکم، احوالات شریف. آی مسافرای کار درست برلین، کوچول شما هوشنگ خانم. ای کاش لوکیشن میدادید خودم میومدم اسنپوار تک تکتون رو سوار میکردم میبردم میرسوندم به محل گردمایی تا تو صف اشتراسنبان وقت عزیزتون تلف نشه. به به چه شود این عضوای بلادیده بعد از هلیکوتلت شدن اون یارو 6 کلاسه الدنگ و بعد از این انتخابات زاگاریتش حالا باز منتظر مشت شما هم وطنا تو برلین باشه که بزنید جسم ناقصشو طوری اوراق کنید که تموم صافکارای گاراژ غلام فابریک هم جمعشن نتونن صاف و صوفش کنن. راستی میدونی خیلی خواهان دارید. یکیشون یه ترانه توپل مپل مشت واسه شما مسافرای برلین خونده که الانه واسه تون پلی میکنم، خودم هم یه دابسمش خفن واسه تون میام. برو که رفتیم. از دیدنتون تو شهر برلین
فک خامنه میفته پایین، رد میشیم با هم از رو نظامش، شوتش میکنیم پیش امامش. کهکشان سازیم ما براندازیم، ما توی زبال دونوز ما رو میندازیم. کهکشان سازیم ما براندازیم، سوی تهرون همگی بی دنده میبازیم. هموطن عجب امیدی تو چشاته، هر جا باشی قلب بنده هم باهاته. میخوام اینو بدونی ماشین بنده، همیشه هر جا بری زیر پاهاته. کهکشان سازیم ما براندازیم، ما توی زبال دونوز ما رو میندازیم. کهکشان سازیم ما براندازیم، سوی تهرون همگی بی دنده میگازیم. ایول با امید دیدار تو برلین. زد زیاد یا علی. گل به خودی یا سور زدن به خود یکی از ویژگی‌های همیشگی آخوندها و پاسدارهای ولایت مداره. یعنی مثلا میان تبلیغ انتخاباتی بکنن، اما با سوتیای وحشتناکی که میدن برای خودشون ضد تبلیغ درست میکنن. مثلا تلویزیون خامنه‌ای یک برنامه را انداخت و دختر پاسدار قالیباف رو آورد تا به مالکشی برای پدر دزدش بپردازه. اما همین دختر پاسدار قالیباف خودش تبدیل به سوژه فضای مجازی شد و داغ پدرش رو تازه کرد. موضوعش چی بود این سفر به ترکیه و خریدن سیسمونی و معروف شدن در فضای مجازی؟ دروغ سیسمونی و خب دوران بارداری که به من خیلی سخت گذشت، خیلی پرفشار بود. ترکیه؟ من مسافرت رفته بودم ولی برای خرید نرفته بودم. این سبک دروغا خیلی مخاطب دارن و من احساس میکنم که این دروغا به خاطر این گفته شد که توی هیچ حوزه‌ای شاید راجع به بابام نتونن حرفایی بزنن که اینطوری مشتری داشته باشه. Meclis Başkanı Galibaf ve ailesi bir süre önce Türkiye'ye gelmişler. Galiba torun bekliyor. Bebek malzemeleri almaya geldik demişler. Ama Maslak'tan, hani yanında ünlü bir arena falan var. Ha? Stat mı vardı orada, bir şeyler oluyordu galiba. Bir bilmece işte. Daireler aldılar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Maslak'taki o sitenin 1500 dairesi var. 500'ü İranlıların. Ne kadar para vermişlerdir? Söyleyeyim. Maslak'taki o sitede. İddia o ki İranlıların iddiası meclis başkanının ailesi, kızı ve damadı. 90 metrekare ve 65 metrekare 1+1 2 daire almışlar. Peki 12 milyon lira 90 metre. آقای قالیباف در حال حاضر رئیس مجلس شورای اسلامی هستن. پیش از این بشه فعالیت مشغول. والا بابا مشاغل زیادی داشتن. از پامنبری عظما شروع کردن، بعد رسیدن به چاه و کشی و چماوداری. از اونجا با پای راست رفتن تو شهرداری. الانم که سر طویل دار مجلسن. خلاصه هر جا صحبت از قتل و غارت و رانت و به چاپ و این حرفا باشه بابا پایه است. مهمترین مسئله و دغدغه ذهنی آقای قالیباف چیه؟ مهمترین دغدغه بابا اینه که بتونه افسار این خر چموش و قدرت رو به دستش بگیره و چشمهای جدیدی از چریدن رو به نمایش بذاره. حالا خودشون اسم اینو گذاشتن حکمرانی جدید که ما هم همینو میگیم. حاشیه‌هایی در مورد شما وجود داشت این چند سال اخیر، 1 سال و 2 سال اخیر. موضوعش چی بود این سفر به ترکیه و خریدن سیسمونی و معروف شدن در فضای مجازی؟ اولا این حاشیه نبود و متن بود.
شما اسم سیسمونی توله منو میذارید حاشیه. این یکی از مهمترین موضوعات راهبردی نظامه. راستش اون روزا خیلی رو من فشار بود. فقط 300 کیلو از سیسمونی که خریدیم و تونستیم بار بزنیم. ست جانسون هم موند، کلکسیون پستونکای بچه موند، زلمزین بوی اتاق خوابش موند. میخواستیم سفر دوم رو بریم که با این تبلیغات زاکاریت دشمنا مواجه شدیم. خیلی متشکرم خانم قالیباف که در این گفتگوی صمیمی من دست گرفتید. شما بینندگان عزیز و ارجمندم که همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. از برنامه کامنت خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنیم. امیدواریم که هر کجای دنیا که هستی تنتون سالم، لبتون خندان و دلتون خرم باشه. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز برنامه کامنت و امیدوارم که فرصت همراهی ما رو در این برنامه و در این هفته هم داشته باشید. بابا اگه 2 هفته هست این کاندیداهای نمایش انتخابات با دروغ بافی، با وعده درمانی، خلاصه خودشونو میکشن تا شاید بتونن این تنور سرد انتخابات خامنه‌ای رو داغ بکنن، اما هیچی به هیچی. البته من قبول دارم که تنوری برای خامنه‌ای گرم نشد، آبی گرم نشد، اما سوژه های طنز خورجین سوژه های طنز کامنت پر شد، داره سرریز میشه. بله، یکیشون این سرتشتک سیسمونی محور پاسدار قالیبافه که ببینیم چی گفته. ولی امروز واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از خانوارهای ما امروز زندگیشون به سختی میگذره. کسی که داره کار میکنه، تمام عمرشو کار کرده، الانم بازنشسته شده، چرا باید فقیر باشه؟ چرا باید فقیر باشه؟ عجب سوالی مطرح کرد. واقعا چرا باید یه نفر که همه عمرش کار کرده فقیر باشه، بعد یکی مثل این پاسدار مفخور که همه عمرش خورده و خوابیده الان به جای رسیده باشه که فقط برای دخترش، برای بچه دخترش، یعنی یکی از نوه‌هاش از ترکیه 300 کیلو سیسمونی بار بزنه بیاره؟ واقعا چرا؟ بله واقعا چرا؟ خنده تلخ. ببین این موجود ماورای وقاحت، یعنی اون ور وقاحت، یه جوری صحبت میکنه که انگار همین الان از کره مریخ اومده، هیچ خبری از ایران نداره. انگار که هیچ مقام و منصبی نبوده که خامنه‌ای به این نداده باشه. از فرمانده سپاه، فرمانده لشکر سپاه بوده، از فرمانده نیروی انتظامی، از فرمانده نیروی هوایی سپاه، از شهردار تهران، از ریاست استبل ولایت، همین مجلس رژیم، از اینم که هر 4 سال یه بار کاندیدای مادام العمر ریاست جمهوریه. حالا طلبکار این موجود وقی کمه براش، ولی خب ماورای وقاحت که مردم چرا فقیرن؟ راست میگه. 85 میلیون ایرانی بیارید اونجا، قاضی هم که دارید، پور محمدی، همونجا همه رو اعدام کنید. برای چی فقیر موندن؟ چرا پور محمدی فقیر نیست؟ چرا خود قالیباف فقیر نیست؟ چرا پزشکیان فقیر نیست؟ مردم چرا فقیره؟ مردم باید بیان تو مناظره جواب بدن که چرا فقیره. آره واقعا سوالی. حالا این یکی رو ببین. راجع به دارایی هاتون هم خیلی شفافتر مایل هستید، یه توی توضیح بدید. خونه و ویلا و باغ و هر چی من یه لیست اعلام کردم دیگه. اون لیست رو اینجا نمیگی؟ خب دیگه گفتم دیگه، تو همه سایت ها هست. وقت 15 دقیقه ما رو بی نگیره. میگه همش 15 دقیقه وقت دارم من، این 15 دقیقه رو دیگه صرف لیست اموال ما نکن. راست میگه. ببین اگه بخوان لیست اموال اینو حساب کنم، مثل این سریالایی هست که 120 قسمت، آخرش هم میگه تموم چند فصله. آره سریال ادامه دارد. بابا این از کدوم اموالش بگه؟ از ویلاهاش تو ایران بگه،
از ویلاهاش تو کانادا بگه، از خونه ها و آپارتماناش تو استانبول بگه، از داستان سیسمونی این دخترش بگه، از پولای اون پسرش که غارت کرده رفته کانادا بگه، از املاک شهرداری که بالا کشیده بگه. بابا این اگه بخواد لیست اموال بده، یه سازمان برنامه بودجه اختصاصی میخواد فقط تراز کنن اموال اینو. من قبول دارم 15 دقیقه واقعا اصلا نه 15 دقیقه اصلا توهینه به اموالش. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. یکی دیگه از این دزدهای ریشدار این پاسدار زاکانیه که دیگه این تو نابغه نظام. آره تو دجال بازی و شارلاتانگری اصلا یه برگای جدیدی رو کرده. اینو ملاحظه بفرمایید. و لذا عیار اندیشه و نگاه و عملکردتون به خوبی روشن هست و مثلا لازم نیست از شما بپرسیم که در صورتی که رئیس جمهور شدید در حوزه اجتماعی و سبک زندگی عرفی مردم چه کار خواهید کرد، چون میتونیم کیفیت استقرار حجاببان‌ها رو در متروها الگو بگیریم، بگیم پس این در سطح کشور هم به این شکل خواهد بود. اما راجع به حجاببان‌ها اشتباه کردید، ما حجاببان نداریم. یعنی اونی که تو رسانه‌ها علل خصوص رسانه خود شما تبلیغ میکنند اون غلطه. با هم بریم ببینیم در مترو مگه نیستن؟ و نه اشتباه دیگه، اشتباهه. به خاطر همین همیشه گله‌مند شما بودم که تو رسانه‌تون دارید کار سیاسی میکنید، حرف غلط میزنید. حرف درست خیلی خوبه، مردم رو آگاه میکنه. اما احتمالاً آقای دکتر بلافاصله بعد از فرمایش شما عکسای اونها توضیح میشه در فضای مجازی. بله حتما توضیح در میشه. ایستگاه‌های مترو به شما توضیح میدم که اینا چی هستن و من چه رفتاری راجع به اینا کردم. اگه علاقه دارید اونی که به من ربط نداره من منتسب کنید، این خیلی من 300 دارم تحملم میکنم. میگه اصلا ربطی به من نداره. اگر حجاببانای تو متروی تهران به شهردار تهران ربط ندارن، بس به کی ربط دارن؟ در ایام انتخابات حجاببانای شهر متروی تهران ربط دارن به شهردار دهلی، توکیو، بانکوک، به همه جا ربط دارن. همه شهردارا ربط دارن الا شهردار تهران. حالا اینا رو بذار کنار. این ابلهی که این سوال رو از این زاکانی میکنه نمیدونه که این جماعت در دوران انتخابات، در دوران نمایش انتخابات سیستم گردنگیریشون خرابه. تازه الان این زاکانی رو ول کنی میگه 2-3 بار اصلا حجاببانا خود منو کتک زدن. اصلا حجاببانا کی گذاشته؟ ولی از همه بدبخت‌تر این حجاببانان، این همه فوش میخورن، آخرم هیچ نفری، هیچ ارگانی تو رژیم اینا رو گردن نمیگیره. اینجا باید خیلی غلیظ گفت ای خاک عالم بر سر شما، در حالی که رژیم هنوز سقوط نکرده شما کیسه‌های زباله رو کسی تحویل نمیگیره. وای به حال اون روزی که بخواد جواب خشم ملت رو بدید به خاطر این جنایاتی که در حق زنان و رژیم هم سقوط کرده باشه. رژیم هم سقوط کرده. خب فکر خودتون رو بکنید دیگه. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. بابک این مدت اینقدر که این پزشکیان اصلاحاتی مجیز خامنه‌ای رو گفت و پاچه خاریشو کرد، خود کاندیدای باند خامنه‌ای این کارو نکردن. تقریبا مثل این شعرهایی که ترجیباً داره هر جا میره من ذوب در ولایتم، من فلان. ببین چه بالبالی میزنه. جریانات همه اومدن به رهبری بی احترامی کردن، برای اینکه من عرضه نداشتم جواب اونا رو بدم. هر مشکلی پیش اومد گفتیم آقا گفته، آقا گفته با مردم بد رفتار کنیم، آقا گفته به مردم زور بگیم، آقا گفته بزنیم تو گوش بچه مردم. این تازه به دوران رسیده انقدر هوله که وقت نکرده قبل مناظره بره حرفای آقاشو گوش کنه. بیا اینم حرفای آقاشو یه بار گوش کنه. باید حجاب وجود داشته باشه. اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بیسته. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته. بله دیگه، آقاش که این باشه خودش هم میشه این. ما سپاهی هستیم، ما با تمام وجودمون از مملکتمون دفاع میکنیم و اجازه نخواهیم داد که دیگران تو سرنوشت کشور ما دخالت بکنن. امروز نامه 203 نماینده به رهبر معظم انقلاب برای مقابله با اقدامات آمریکا همدرد. حالا جالبه این
پزشکیان با این وضعیتش مالکش اعظمم انداخته دنبال خودش، هر جا میره این ظریفم میبره که اونجا براش مالکشی کنه. اینها رو اگر میخواید به مردم رو با عدد سرشون رو شیره بمالیم، درست بمالیم. اینها رو اگر میخواید به مردم رو با عدد سرشون رو شیره بمالیم، درست بمالیم. دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه. اینجا من جواد ظریف داره یک کلان سیاست راهبردی رژیم رو یاد میده به طرف مقابل. میگه در اصل شیره مالیدن سر مردم مشکلی نیست، شما شیوهشو بلد نیستید. بیاد شیوهشو که از من استاد این کارم یاد بگیرید، درست سر مردم شیره بمالید. اگه میخوایم شیره بمالیم درست بمالیم. بله، یعنی این که الان این ظریف حواسش باشد که فردا در مقابل مردم ایران باید پاسخ این هجویاتش رو هم بده. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. حالا بریم سراغ دراکولاشون که این آخوند پور محمدی قاتله که خیلی تلاش میکنه که قرار عاشقانه بذاره و ژست حقوق بشر بگیره و اما هی هر از گاهی این خوی قتل عامیش میزنه بیرون و کار دستش میده. یکی از این صحنه‌ها که خیلی هم سر و صدا کرده اینه. حضور مردان امنیت در عرصه‌های مختلف سیاست و فرهنگ و اقتصاد رو به نفع مصالح ملی میدونین به شکل مستقیمش، وظایف نظارتیشون که به جای خود یا خیر. خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای پور محمدی. بله، خیلی ممنون. شما کیفرخواست علیه نظام امنیتی کشور صادر کردید. نمیدونم منظورتون چی از این بیانات؟ اینکه آدمای مختلفی در عرصه‌های مختلف حضور دارن، اشتباه دارن، غلط دارن، خطا میکنند، گرایش‌های مختلف دارند. این که نمیشه یک پارچه شما همه مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور رو اینجور رقم بزنید. فکر میکنم قضاوتتون یه خورده غیر واقع بینانه است. بله، داستان نگاهو دیدی؟ چشایی که وق زد. داستان این پور محمدی مثل این حیوانات وحشی هستن میارن تو سیرک. یه لحظه دیدی غریزه‌شون چیز میکنه، حمله میکنن، مربی بگیرن، یادشون میفته که سیرکه. این نه که همش کارش آدم کشی بوده. این گوشی که گوشش احتمالاً که از کارهای اون طرف تهیه کننده و برنامه اینه که ببین اینجا دادگاه نیست، حواست باشه مناظره است. یه دفعه میره رو صندلی زنجیر پاره میکنه، یه دفعه بهش میگن نه مناظره است، تغییر حالت میده، میشه آدم به اصطلاح خودش رؤوف و مهربان و دولت عشق. قرار عاشقانه و اما واقعیت پور محمدی همینه که هست و ببینید کاربرای فضای مجازی چقدر قشنگ اینو به تصویر کشیدن. این حضور مردان امنیت در عرصه‌های مختلف سیاست و فرهنگ و اقتصاد رو به نفع مصالح ملی میدونیم به شکل مستقیمش، وظایف نظارتیشون که به جای خود یا خیر. خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای پور محمدی. بله، خیلی ممنون. شما که افراد علیه نظام امنیتی کشور صادر کرده میدونم منظورتون چی از این بیانات؟ اینکه آدمای مختلفی در عرصه‌های مختلف حضور دارن، اشتباه دارن، غلط دارن، خطا میکنند، گرایش‌های مختلف دارن. این که نمیشه یک پارچه شما همه مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور رو اینجور رقم بزنید. فکر میکنم قضاوتتون یه خورده غیر واقع بینانه است. ولی بالا بره پایین بیاد عکس برگردون اعدام، اینو مجریای خودشون هم بهش میگن. فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خورد. خب من چی کار کنم؟ یه پرونده‌ای برای جمهوری اسلامی، نه برای پور محمدی. چرا اشتباه؟ هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. خب وقتمون تموم شد، اما بریم یه گریزی به کامنت یه جمله‌ای بزنیم. یه لحظه، من فکر کردم تو این کامنت جدید تو از دو چیز دست فرمودی، یکی از قطار سری و سه یکی هم این کامنت یه جمله‌ای. نه، کامنت یه جمله‌ای رو نمیشه. یکی از این نوچه‌های اصلاحاتی پزشکیان 4 تا جمله میگه راجع به قالیباف. اینو ببینیم یه کامنت یه جمله‌ای براش بریم. آقای قالیباف در نهایتش تکنوکرات یا حزب اللهی. آقای قالیباف سال 84 ریشش رو میتراشید، دکتر خلبان بود، همش هم با رئیس پلیسی آقای خاتمی افتخار میکرد.
انتقاد بعدی محاسن رو الحمدلله زیاد کردن، الانم معلوم نیست اینه یا اون. واقعا به من جواب بدید، ایشون تکنوکرات یا حزب اللهی؟ چرا از 1 میلیون رای رسیدید به 400,000 تا رای؟ دلیلش چی بوده؟ آخه بهرار اون 4 تا جمله گفته، من یه جمله بگم. من جملات خودم میگم، تو فرض کن یه جمله است. ببین به این آفتاب پرست نظام باید گفتش که بعضیا با تیغ ریش میزنن، یه جماعتی مثل قالیباف با ریش تیغ میزنن. تازه این رنگ عوض کردن و چهره عوض کردن قالیباف آخریش از همه جالبتره. اونی که بعد که نظام سرنگون میشه اون چهرهشو درست میکنه از ایران دره. عکسشو میتونیم الان پیش نمایش عکسش الان بذاریم که بینندگان کامنت ببینن. این آخرین تصویری که از قالیباف تو ایران خواهیم دید در حال فرار از مرزهای کشور. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. به پایان کامنت این هفته رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید و تا دیدار بعد خدا نگهدار. و در یک جمله خدا نگهدار همگی شما. کامنت. جمهوری ولایت، 2 تا هوا یک بار، بحران انتخابات، گرفته خفت نظام، کاندیداهای بدنام، مجاز واسه ثبت نام، از شورای نگهبان میگیرن با بهروان، قلنج انقباضه تو روزای فلاکت. دیوونم به دم رای، یکی شوزم میخواره، دیوونم به دم رای، مخش هنگ بیماره، دیوونم به دم رای، یکیش دزد و قاتله، دیوونم به دم رای، انتخابات باطله، صندوقا دوغه، حرفاشون خالی بندی و چاخان و دروغه، همه گیمت از سک رهبر، همه هر کدوم از اون یکیشون ریاکارتر، همه کاندید باید نکشون و چی. دوباره ما و آش انتخابات، دوباره ریخت و پاش انتخابات، دوباره وعده های صد پرده، دوباره زفکنه های یه عده، یکی عکس مندازد با قشر محروم، یکی میگد منم کاندید مظلوم. تو رو خدا بشم رأی بدیتان رأی، واسه خوشبختیتان سعی میکنم سعی. ولی من رأی نمیدم خر نمیشم، وای گفتیم برو خر نمیشم، ولی من ولی بقی حالش پریشون شده وای از دست ملت، مجنون شده وای صندوق رأیش، صابون شده وای تو انتخابات، حیرون شده وای رأی ماها سرنگونیست خامنه، جای تو هم پلوفتو نیست خامنه، رأی ما سرنگونیست خامنه. خلاصه یه سیرکه که کلی مشنگ توشن، همشون درگیرن و تو نقطه جوشن، کفگیرا خورده ته دیگ پاسدارا خستن، تموم راه های سیدعلی بابا بوم بستن. آره این عزمای کله گنده، زهری که خورده تنده، زده اونو برونده، ولی بهش رای نمیدم. سیدعلی خیلی منگه، بدجوری دستش تنگه، هی هی داره میلنگه، ولی بهش رای نمیدم. اگه دقت کرده باشید کاندیداهای نمایش انتخابات به شدت دنبال این هستند تا از جنایت‌ها و دزدی‌ها فاصله بگیرن و از ترس مردم خودشون رو به اصطلاح بیگناه جلوه بدن. مثلا پاسدار زاکانی وقتی صحبت از حجاببان‌ها میشه خودش رو به اون راه میزنه، یا آخوند پور محمدی یک مصاحبه ترتیب میده تا جنایت‌هاش در قتل عام 67 رو توجیه کنه و به یک شکلی از اون فاصله بگیره. پاسدار جلیلی هم که همیشه با اراذل و اوباش بسیجی و چماقدارهای معروف به صحنه می اومد، این بار نوچه‌های خودش رو به صحنه فرستاده.
این موضوع از چشم اطرافیان خودشون و بسیجی‌های ریزشی هم پنهون نمونده. یکی از این جماعت در توییتی اینطور نوشته: چرا این روزها اثری از حسن عباسی، رائفی پور، سعید قاسمی، علیرضا پناهیان و سعید حدادیان نیست؟ آنها هم به این نتیجه رسیدند که حضور اینها برایشان مخرب است. ببینید کار رژیم به کجا کشیده که حتی مجبورن از این جماعت هم فاصله بگیرن تا لااقل رأی ریزشی های خودشون رو داشته باشن. وقتی از بحران نمایش انتخابات در رژیم ولایت فقیه حرف میزنیم یعنی همین. خب از اینم بگذریم و بریم به فینیتو و ببینیم این هفته در دهکده فینیتو چی میگذره. آخر من از دست شما 6 رأس کودن چه بکنم؟ نیم دو جین مشنگ دور خودم جمع همی کردم، کشک هم آیدم نشده. کت خدا نگران نباش، سیسمونی گوساله‌ام که ردیف شود، یک حکمرانی جدید برایت را میاندازم که نگو و نپرد. کت خدا من گوشت الاغ‌هایی که از چین آباد آوردم را در خانه اهالی برده و طویلشان میدهم. کت خدا نگران مسخره بازی های اصلاحاتی من نباش، من ذوب در کت خداییت هستم. برای من یکی نمیخواد فیلم بازی کنید، فعلا که اهالی دارن من را از خرکت خدایی پیاده همی میکنن. به جای این حرفها بروید مناظره‌ای برپا کنید، این تنور یخ ما را داغ همی کنید. اهالی فینیتو، این شما و این 6 کاندیده های جانشینی ریس کاندیده ها مناظره همی نمایندی. بنده هم ساده زیست می باشمندی و هم سایه زیست. تنبل نرو به سایه، سایه خودش می آید. با من بودی میزنم عمق رابردیت را جر و جر همی می کنم. من اهل عشقم و قرار. عشق و قرار یا تناب دار. آهای پس تو مگر همان نوچه فرفر نیستی؟ فرفر کدام خری است؟ من خودم خری هستم برای خودم. من ادامه ریسم. هر کس گفت جسد، تو یکی خودت را بیانداز همی وسط. اکت خدا کفن نشه، این فینیتو وطن نشه. اکت خدای خبیث، گم شو برو با ریس. اکت خدای خبیث. حکمنامه کهکشان ایرانیان بر فرق عظمای نگونبخت. الا ای عزیزان اشرف نشان، پدید آوران 200 کهکشان، اگر سوی برلین کنون آزمید، هزاران هزار آفرین لازمید. الا هموطنهای بیدار بخت، که کوبید بر شیخ دون پتک سخت. بر این بیت ویرانه عنکبوت، فتاده است بس لرزه های سقوط. بجز خشم جوشان آتش فشان، بجز کهکشان های اشرف نشان، سراب است و هم حیلت شیخکان، همه حرف مفت است و هم رایگان. آقا چو رفتی به برلین بگو بیگمان، رها گردد ایران ز شر ددان. کمان شرف در کف آرش است، جواب ولایت فقط آتش است. بله، جواب ولایت فقط آتش است. دم همگی مسافرهای برلین گرم، عزت زیاد. بینندگان عزیز، ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که پیک شادی این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم سهمی در هدیه لبخند به لبها و آوردن شادی به دلهاتون داشته باشیم. با آرزوی موفقیت برای همه شما و با این امید که کهکشان ایران آزاد در روز 9 تیر ماه در برلین به بهترین شکل ممکن برگزار بشه، تا دیدار دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خدا نگهدارتون. همیشه بخند و سر و ببر از دلا، دوباره بلند شو امید و ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما